سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل تیک تک. بچه در این ویدیو قصد داریم به یکی از بهترین و معتبرترین بات‌های تلگرامی بپردازیم که میشه گفت 1 سال یا 2 سال الان داره فعالیت میکنه. خیلی هم معتبره و تا انتهای ویدیو نگاه کنید، بهتون قول میدم درآمد خوبی رو از این بات میتونید کسب بکنید. بچه ها همین اول ویدیو خواهشمندم لطفاً حمایت کنید، یه لایک، یه سابسکرایب واقعا چیز خیلی آسونیه و من نیاز دارم از هموطنای خودم که اینطوری منو حمایت کنن تو یوتیوب. که آره دیگه، خلاصه من یک چنل قبلی داشتم بچه ها، واقعا یعنی خارجی بود، همه پستاش خوب حمایت میکردن. الان اومدم چنل ایرانی گذاشتم، فارسی گذاشتم، اصلا هیچ کی حمایت نمیکنه. لطفا حمایت کنید بچه، یه ساب، یه لایک، چیز واقعا سختی نیست، همین رو انجام بدید دمتون گرم. واقعا با همین یه حرکت شما کلی انرژی به من دادید. آقا از هموطن خودتون بچه حمایت کنید، بذار ثابت بشه که همدیگه رو حمایت میکنیم و خیلی خلاصه هوای همدیگه رو داشته باشیم. پس بچه ها خواهشمندم لطفا حمایت کنید، عشقید بچه ها، تک تکتون، چاکر همتونم. خلاصه دیگه بریم سراغ ویدیو. خب بچه این باتی که قرار امروز به شما معرفی کنم که از بهترین بات های تلگرامی هستش، خب که به شما هم گفتم فعالیت زیاده. اسم این بات گیف گو بات هست که لینک این بات رو بچه توی چنل تیک تک برای شما قرار میدم. لینک چنل تیک تک هم توی توضیحات همین ویدیو و کامنت اول هست. از اون قسمت اقدام کنید و عضو چنل تیک تک بشید. خب بچه باتش خیلی آسونه، این تبلیغ رد کنید. قسمت اول بچه بالا پروفایل، اسم، لول و توکنی که شما دارید و به شما نشون میده. قسمت پایین هم قسمت تورنمنت بچه داره که برای اون افرادی که خیلی توکن جمع کردن و فعالیت زیادی داشتن و البته مهمتر از همه اینا اکانت های زیادی داشتن و رفیقای زیادی دعوت کردن، میتونید اینجا ببینید برنده بهترین گیف ها شدن. توی قسمت بعدی بچه ها قسمتش یه قسمت چالش دیگه داره که شما با بیشتر دادن تیکت، یعنی شما اگه تیکت بخواید داشته باشید که توی این چالش شرکت کنید، با بیشتر از این توکن ها بدید، خب که توی این چالش شرکت کنید. قسمت بعدی هم قسمت پلی داره که این قسمت اصلیه بچه ها. شما با انجام دادن یه سری تسک ها و کارهای ساده، دعوت دوست، تسک و غیره، میتونید روی I'm like go کلیک کنید و شانس خودتون امتحان کنید، ببینید چه گیفی برنده میشید. گیف ها هم بچه همه واقعی هستن. یه چیز جالب تر بچه اینجا هست، این قسمت واقعا خودم خیلی خوشم میاد از این قسمت بچه. قسمت دمو، شما اگه سه این گزینه کلیک کنید میتونید به صورت رایگان شانستون رو امتحان کنید. البته بچه گیف بهتون نمیده، فقط به صورت آزمایشی شما میتونید امتحان کنید، یعنی نمایشی. یعنی من این گیف رو تعریف کردم، خیلی جالبه و میتونید ببینید که اصلا این گردون چطور کار میکنه. قسمت بعدی بچه قسمت مربوط میشه قسمت تسک. شما با این قسمت میتونید با دعوت دوستانتون و اینکه دوستانتون اگه فعالیت خوبی داشته باشن میتونید تا 50 توکن دریافت کنید. و اینجا بزنید سر این قسمت، اینجا به شما میگه که میخوای شیر کنی لینکو یا میخوای در واقع تو چنل بذاریش یا میخوای کپی کنی. من اینجا میذارم سر کپی. بله ببینید که اینجا بالا بهم گفت کپی شد و لینکو خلاصه میفرستید برای دوستاتون. قسمت پایینم خب تسکای روزانه است، به شما میگه که بیا توی گیم یکم چرخ بزن، یه توکن ببر، یا چه میدونم بیا 5 راند بازی کن توی تبلیغاتی که بهت میگم، توی بات هایی که بهت میگم و 5 توکن به دست بیار، که من اینا رو انجام ندادم. خب حالا تا جایی که وقت داشتم بچه اینا رو انجام دادم. و به این پایین آره دیگه میبینید اینجا گفته سابسکرایب چنل که من اینو انجام دادم و 5 توکن بهم داد. این بالا بچه ها قسمت دیلی هست، روزانه شما هر فعالیتی که میکنین اینجا نشون داده میشه، قسمت ماهانه، سالانه و غیره. قسمت پروفایل هم چیز خاصی نداره، اینجا توکناتون رو نشون میده. اینجا هم ارزان به حضورتون بهتون لولتون رو نشون میده، اسمتون نشون میده. قسمت بچه تنظیمات یا همون ستینگش، شما میتونید
زبان کشورتون تغییر بدید، مثلا بذاری روی چه میدونم چین، اسپانیا و خیلی چیزا، کشور عربی، هند و غیره. خب اینجا هم نیمو به شما نشون میده، نامتون، اینجا هم کشور و غیره. تو این قسمت پایین هم میتونید بهش بگی حالت شب باشه یا حالت روز. اینجا روزه، اینجا هم شب. قسمت روز شما میتونید اینجا تنظیمات خاصی انجام بدید روش و اینجا هم دارک هم دقیقا به همین شکل. تو این قسمت بچه‌ها بازم همونه، شما میتونید اینجا لینک دعوت رو دریافت کنید و بقیه دوستاتون ارسال کنید. و اینجا هم گفته که بابت هر دعوت 10% از کارمزد یا توکن بیشتر به شما داده میشه. واقعا چیز منطقی و خیلی جالبه هستش. قسمت پایین قسمت گیف بچه‌ها، گیفایی که شما دریافت کردید رو نشون میده. قسمت فرند، دوستایی که دعوت کردید. الان میبینید من اینجا یه دوست دعوت کردم که اصلا حتی فعالیتم نکرده، چیزی بهم نداده. خب و بچه جالب تر چیه؟ این توکن تون کوین هستش. یعنی شما اگه نخواستید هدر بدید یا بزنید به جاش مثلا گیفت دریافت کنید، تو اینا رو حتی برداشتم بزنید. خب قسمت استوری هم تسکایی که انجام دادید رو نشون میده، ضرر یا سود. خب بچه این بود از این بات. میخوام قیمت تون رو بچه بهتون نشون میدم که الان هر یه تون قیمت 1 تون کوین رو حالا 556 سنت که تقریبا میشه 265 هزار تومن. خب یعنی شما از این بات بابت هر یه تون برداشت میتونید 265 هزار تومن یعنی برداشت بزنید. خب شما اگه مثلا 2 تون گیرتون بیاد میتونید 480 یا 470 هزار تومن دریافت بکنید. خب چنل خودمونم بچه بهتون نشون بدم که اگه احیانا لینک توی دیسکریپشن کار نکرد بتونید از این قسمت وارد چنل تیک تک بشید. خب بچه ببینید چنل تیک تک حال حاضر هم 6 تا عضو داره، لینکش هم این هست tme/tiktak و 201. اینجا میبینید آیدی بنده هست، این گروه تبادلات، شما میتونید اینجا تبادل کنید، حالا قیمت ها رو لحظه‌ای ببینید و غیره. خب بچه ممنونم که تا انتهای ویدیو نگاه کردید. امیدوارم که بهترین کسب درآمدی از این بات داشته باشید. بچه خواهشمندم واقعا حمایت کنید و ببینم واقعا چقدر میتونید حمایت کنید بنده رو. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای عزیز میسپارم.